اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. الله بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز برنامه آستانه، در روز جمعه گذشته با هم عاید تاثیر سحر و جادو و بعضی نمودهای آن صحبت کرده بودیم. امروز باشد با هم عاید دو راهی درمانی سحر و جادو که یکی در شریعت کلاً حرام است و گناه است و دیگری در شریعت جایز است صحبت میکنیم. اما پیش از آن که به خود موضوع داخل شویم، بیایید از تأثیرهای دیگر نمود سحر و جادو کمی از نزدیک شناس شویم. چگونه که در برنامه گذشته هم گفته بودیم، یکی از کارهای اساسی و مهمیت‌های فالبین‌ها، همین جادوگرهای عصر، این است که بین زن و شوهر تفریقه می‌اندازند، یا خود به اصطلاح مردمی زن را به شوهر و یا شوهر را به زن خنک می‌کنند. در این باره با تفصیل در برنامه گذشته الکی گفته گذاشتیم. امروز یکی از نمود دیگر را می‌خواهم از نزدیک با شما شناس کنم. آن هم باشد جلب محبت، برعکس تفریقه می باشد. خیلی وقتها وقتی در خانه بین زن و شوهر جنگ و جدال زیاد می شود و یا اینکه شوهر اگر می خواهد زنی دوم و یا سوم گیرد و یا اینکه وقتی شوهر خیلی ثروتمند است و زن می خواهد کلی محبت شوهرش از آن او باشد، در این وقت به نزد فالبین یا خود جادوگر می رود و می گوید شوهرم را به من گرم کن یا محبت مرا در قلب شوهرم زیاد کن. در این وقت جادوگر از زن طلب می کند یا یکی از لباس های شوهر و یا اینکه خوراک آب چیزی را بیارد. وقتی جادوگر به آن نفس می زند و یا سحر و جادو می کند و شوهر از آن استفاده می کند، یک باره محبت زیاد نسبت زنش پیدا می شود و حتی شوهرهای هستند که تا درجه دیوانگی رفته می رسند. البته پیش از همه هر زنی که به نیت این که به نزد فالبین می رود و فالبین محبت شوهرش را نسبت او زیاد می کند و خوشبخت می شود می رود، این شرک است. برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیثی که در مسند احمد آمده است می گویند این الرقا و التمائم و التولة شرک. همانا رقیه خانی، البته رقیه هایی که در آنجا قرآن و یا دعاهای پیامبر نیست و این چونین تمامی نمودهای تومارهایی که در آن قرآن نوشته نشده است و توله گرم کردن شوهر و یا گرم کردن زن از شرک می باشد. و اینجا وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند وقتی به نزد فالبین میروی و از او میخواهی که محبت شوهرت را زیاد کند، این شرک است، برای آن که خود زن در این وقت اعتقاد دارد که همین فالبین سبب خوشبختی او میشود، ولی از این بیخبر است که همین عمل او زن را تا به شرک برده میرساند و اینجا علامت های هست که با آن ما میتوانیم بدانیم که این زن را شوهرش و یا این شوهر را زنش به نزد فالبین رفته و گرم کرده و یا سحر جلب محبت کرده می باشد. اولین علامت این می باشد که یک بار شوهر محبت از حد زیاده را نسبت همسر خود نشان می دهد. اگرچه پیشتر تا این درجه نبود، در نزد مردم باشد، در نزد فرزندان باشد، عموما چنان صحبت می کند که گویا عاشق تا به دیوانگی رسیدگی همسرش می باشد و این چونین از زنش هرگز دوری جسته نمی تواند. هر لحظه که از زنش دور شد یک باره به بیماری گرفتار می شود و چیزی از همه عیان دیگر این است که همسرش را یا زنش را در همه گفته هایش اطاعت می کند. با پدر و مادرت قطع رابطه کن، قطع رابطه می کند. یک چیزهای خیلی گرانبها از آن بخر، از آن می خرد. با فلانی خویش و تبارت باید قهری شوی، قهری می شود. یعنی اطاعتی بی سابقه همسر خود را می کند که اینها همه اش با جلب همون سحر و جادوی
فالبین می باشد. ولی اگرچه با این بعضی از کارها زن گویا برد می کند و محبت خود را در قلب شوهرش جا می کند، ولی گاهی می شود که این سحر و جادو یک باره برعکس تبدیل شده میماند و مثل اینکه بعضی از نفرانی که زنهایشان آنها را جلب محبت کرده اند و سحر و جادو کرده اند به بیماری گرفتار می شوند و از این خیلی زیاد در حیاتهای واقعی هم می توانیم مثال آوریم که بعضی مردها ماها کسل می شوند، ماها بیمار می شوند و سبب اساسیش را یگان دکتر طبیب پیدا کرده نمی تواند. سپس می فهمند که این نفر را همسرش می خواست و خودش گرم کند. و یا اینکه بعضا سحر چنان تبدیل می شود که مرد بجز زن خودش تمام زنها را بد می بیند. از دختر خودش شروع کرده تا مادر و تا خواهرش، یگانه در سیمای زن فقط همسر خودش را دوست می دارد. در این وقت هم البته هم برای خویش و دبار و هم برای خود زن ضرر می رسد. و اینجا چگونه که گفتیم سبب اساسی به چنین سحر و جادو قدم زدن زنها این جلب محبت شوهر می باشد و گویا که با این خوشبختی را به دست می آورند. ولیکن چگونه که گفتیم موافق حدیث پیامبر اگر تصدیق کنان انسان به نزد فالبین رود تمام عملهای صالحش و حتی ایمانش را از دست می دهد. از طرف دیگر شریعت برای ما راههای سحر و جادوی حلال را همه اش را برای ما گذاشته است. سحر و جادوی حلال هر زنی که برای شوهر خود همچون ملکه آرایش می‌دهد خود را و این چنین با اخلاق خود، با خوشزبانی خود، با معامله خود با شوهر خود مناسبت می‌کند، خواه و ناخواه شوهرش محبت زیاد نسبت او پیدا می‌کند. و این چنین زن‌هایی که در روزهای سخت دست شوهر خود را می‌گیرند، به جای از شوهر به همه شکایت کردن می‌خواهند همسر خود را کمک کنند، شوهر خود را غیبت نمی کنند، در نزد کسی پست و مسخره نمی زنند، به اهل عائله شوهر خویش چگونه که شوهر خود را احترام می کنند به آنها نیز احترام قائمند. البته که این گونه زنها با این رفتارها و یا عملهای صالح و اخلاقهای خوب خود می توانند جلب محبت شوهر خود را به دست آورند و می توانند قلب شوهر را به دست آورند. اما متاسفانه چون ما خودمان از عهده شیرین زبانی نمی برایم، از عهده خود را در خانه برای شوهر زیب و زینت دادن نمی برایم، از عهده خوش معاملگی با اقارب و خویش و تبار شوهر نمی برایم، به جای این عملهای حلال یا خود سحر و جادوی حلال را به کار ماندن دویده می رویم نزد فالبینه که هم حیات آینده خودمان و هم حیات شوهر ما را به خطر می گذارد و به جز بلا چیزی دیگری نمی آورد. و اینجا نمود دیگرهای سحر هم هست، سحری که انسان را بیمار می کند. یک نفری که کاملا صحت و سلامت بود یک باره مثل دیوانه سخنهای ناجا میزند. یک نفری که خیلی خوش اخلاق بود یک باره به دشنام دادن شروع میکند و یا اینکه یک باره به بی اهمیتی دادن به خودش و به ظاهر خودش و به اهل و عائله خودش شروع میکند، مثل اینکه خودش حمام نمی کند و یا به تازگی خودش و لباسش و جسمش تماما اهمیت نمی دهد و خیلی خیلی وقتهای زیاد را در تنهایی می گذراند. این نمود سحر فقط برای دشمنی و یا یک نفر رو حیاتش رو ویران کردن بعضی از انسان‌هایی که هم در قلب خود کینه دارند و هم پیشروی یک نفر رو نمیخواهند انجام میدهند. به نزد جادوگر رفته میگویند من میخواهم فلانی بیمار باشد و یا من میخواهم فلانی که خیلی پیشرفت دارد موفق هست یک باره از این پیشروی های خودش باز ایستد و با این خود جادوگر البته که با عوض مبلغ زیاد و با عوض کارهای گناهی دیگر این کارها را میکند، یا جند خودش را میفرستد و یا اینکه یگان نمود از آن طلسم و یا تومارهای جادوگری آماده میکند یا خوراکی را و یا آبی را به آن نفس میزند و به آن انسان میخوراند. یک باره یک انسان موفق
یک انسانی ساق و سالم که همیشه در عافیت بود و در پیشروی بود و یا زندگی آرامانه داشت، یک انسانی دیوانه، یک انسانی که مردم بر علا میگویند هم صورتش هم تغییر یافته است هم عملهایش به این چیز، به این نفر یا به این یک مخلوق تبدیل می شود. و یک نمودی خیلی مشهور دیگری سحر هم هست، آن باشد بستنی بخت. چنان میکنند که یک نفر ازدواج کرده نتواند، خواه دختر باشد خواه پسر، و علل خصوص بالای دخترها این نمود سحر و جادو خیلی زیاد است. این نمود سحر و جادو را هم محض از روی بدخواهی و یا اینکه عاشقی های ناکامی که شده گذشت انجام می شود. مثال اینکه یک نفر یک دخترک را خیلی دوست می داشت، می خواهد با او ازدواج کند، ولی آن دخترک راضی نمی شود و یا خویش و تبار آن دختر راضی نمی شود. سپس این نفر با آن کینه‌ای که بغض و عداوتی که در قلبش هست به نزد فالبین می رود و می گوید چنان کن که فلانی هرگز ازدواج نکند. و یا اینکه یک عائله دشمن عائله دیگر هستند، خصومت های پیشتر کینه و عداوت برای متاع دنیا میخواهند آن عائله در نزد مردم شرمسار شوند. و در جامعه تاجیکستان آیا عیبتر از آن هست که یک دخترک 25 ساله شود و 26 ساله شود و ازدواج نکند؟ البته که در هر خانه که دخترک از 20 ساله بالا هست، همه به آن خانه با چشم دیگر نگاه میکنند که چرا در اینجا دخترک هست و ازدواج نمیکند و این یک عیبی است گویا که برای خانواده. در این وقت جادوگر سحر و جادو میکند. البته هر یک جادوگر سحر و جادوی مخصوص خودش را دارد، از کمترین نفس زدن و گره بستن شروع کرده تا جن فرستاندن و یا اینکه با شیطان ها کار کردن. در این وقت هم دخترک بیچاره بعد از آن که از خوراک سحر شده خورد و یا لباس سحر شده ای را پوشید و یا پای گذاشت که در آنجا آبی سحر و جادو شده ریخته بود، یک باره ازدواج نمی کنم را برای خود هدف و شعار قرار می دهد. هرچی خواستگارها می آید به خود دخترک معقول نمی شود، گویا که در چهره مردهای خواستگار یک جینی را می بیند که می گوید من هرگز با او ازدواج نمی کنم. و این چونین عادتا این گونه دخترک ها بسیار وقت در غم و اندوه، یعنی دق نفس و یا اینکه می گویند من نفسم گرفته ایستاده است، قلبم خیلی تاریک است، من می خواهم تنها باشم، نمیخواهم با کسی صحبت کنم، علل خصوص بعد از نماز عصر تا نصفه شب با چنین علامت ها پیدا می شوند. و این گونه دخترک ها را اساساً چگونه از این راه ها خلاص می کنند و چی باید کنیم کمی بعد البته که در این باره صحبت می کنیم. و حالا گفتیم البته هم از روی بخت بندی و هم از روی جلب محبت و یا اینکه دور کردن محبت، گرم و یا خنک کردن و یا اینکه از روی یک نفر را از پیشرویش ماناندن و بیمار ساختن یک انسانی مریض، همه اینها از سحر هم شده میتواند و این چنین از تقدیر الله و یا از بیماری های عادی هم شده میتواند. اگر یک دخترک خود از خود نخواست ازدواج کند و یا اینکه عائله آنها عائله خوب بود، همه این را یک باره ما سحر گفته نمیتوانیم. و یا یک مرد مبادای از بالا افتید و یا اینکه یک باره به بیماری های عصب گرفتار شد، یک باره سحر و جادو گفته نمیتوانیم. در همه حالت ها حتما باید دو پهلو را نگاه کنیم، هم از روی طب هم از روی حیات اجتماعی که او چگونه زندگی میکند و بعداً از روی غیبیات که آیا این نفر سحر شده است و یا به این نفر جن تاثیر کرده است یا نه. اینجا میگذاریم به راه‌های معالجه. گفتیم هر یک سحر دو راه دارد، دو راه معالجه. راه اولش راهی است که انسان سحر را یا جادو را از نزد خود فالبین میخواهد حل کند. و مثل اینکه یک عائله گرفتار سحر و جادو شدند، بر علا در خانه آنها علامت های سحر و جادو عیان است. یک نفر خانه بیمار است، یا اینکه در خانه مدام جنگ و جنجال است، یا اینکه شوهر دیگر هر روز میخواهد از خانه برآمده رود، پیشتر این گونه نبود، یا اینکه زن دیگر مثل شیطان شده است، شب و روز میخواهد با همه درگیر جنگ و جنجال شود. یعنی یک عائله میدونند که در این خانه چیزی شده ایستاده است. اینها بجای اینکه
این مسئله را از طریقه شرعی و اسلامی و راهی حلال حل کنند، می روند به نزد جادوگر. فالبین هایی که همیشه انتظار به گفته خودمون کلینت هستند، مشتری هستند که بیایند و یک پول زیادی از آنها گیرند و یک لشکر دیگری ابلیس را زیاد کنند. فالبین که این گونه حالت ها را انتظار است و خودش هم دست دارد، اساسا تمام این مشاکل از دست خود همین فالبین ها می شود. اول شده می گوید من به شما کمک میکنم، ولیکن البته به عوض مبلغ زیاد. به پول یگان فالبین کار نمی کند، به عوض پول برای شما کمک کند. یا اینکه خود همین فالبین میگوید شما باید بروید و حیوان را با نام جن یا با نام من یا با نام یگان چیز دیگر بکشید و خون اون را به جای بچکانید، اساسا در خانه. در این وقت سحر از خانه شما می رود که البته این کار در شریعت شرک می شود. و یا اینکه فالبین می گوید برای شما من تومار ساخته می دهم و در داخل آن تومار قرآن نوشته نشده است، یا اگر قرآن باشد هم شاید با یگان نجاست نوشته شده است، یا عکس به عکس کلمه ها را نوشته شده است، و یا هم قرآن هم بعضی از کلمه و اشاره هایی که به انسان نامعلوم است نوشته شده است. می گوید این تومار را بگیرید، به خانه خود آویزان کنید و دیگر از خانه شما سحر می رود. البته که با کمک جن ها سحر شاید از خانه رود، ولی این کار یک عائله را ایمانش را می سوزاند و با این کار یک عائله کلا نعوذ بالله از دین هم می براید. برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث احمد می گویند من اتى عرافا او کاهنا فصدقه بما یقول فقد کفر علی محمد. هر کسی که به نزد جادوگر رفت و هر چیزی که جادوگر گفت تصدیق کرد، عملی او گفته را کرد و راست گفتگویان تصدیقش کرد، به آن چیزی که به محمد نازل شده است و حتی به خود محمد صلی الله علیه و سلم کافر است که انسان کاملا از دین می براید. اما فقط به خاطر یکی بینم این فالبین چی می گفته باشد، گویان با یگان تصدیق نکرده فقط به خانه فالبین قدم گذاشتید، در این وقت 40 روزه عمل شما، نماز شما و کلا عملهای صالح انسان باطل می شود. که در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند من اتى عرافا فسأله عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیله. هر کسی که به نزد جادوگر آمد و از جادوگر چیزی را فقط پرسید، یعنی شما این را میدانید نمیدانید، یک چیز میخواستم بپرسم، عموما آمد، پیامبر میگویند 40 روز نماز او قبول نمی شود و با این عملش 40 روزه عملهای صالح خودش را برباد می کند. و با این عملها چیز دیگر عزیزان، وقتی ما به نزد ساحره یا فالبین ها می رویم، اول شده ایمان خود را از دست می دهیم، دوم شده پول زیادی خرج میکنیم، سوم شده انسان پابند جادوگر میموند. دیگر جادوگرها چنان سحر انجام میدهند که هر مشکلی که شد یک بار به سر شما میرسد که ها فلانی فالبین است، به نزدش روم او به من کمک میکند. برای همین نفرهایی که یک بار یا 2 بار به نزد فالبین میروند دیگر برای آنها عادتی میشوند، شکمشان درد کند هم و هر یک مشکلی کوچک شود هم به نزد فالبین میروند. یکی از خود انسان‌های خودم میشناخته بود که حتی در وقت زایمان، در وقت نزدیک شدن تولد هم به نزد فالبین میرفت، در حالی که فالبین در اینجا هیچ کار نمیکند، حتما باید به بیمارخانه به نزد قابله برود. یعنی با این عمل خودمان ما خود را پابند و یکی از مرید و لشکر ابلیس و جادوگران میکنیم. برای همین بیاید راه دومی معالجه کردن سحر و جادو را که حلال است آن را نگاه کنیم. پیش از همه برای هر یک بیماری درمانی است، اما پیش از آن باید ما پیشگیری کنیم. برای آن که به ما جن تاثیر نکند، سحر و جادو تاثیر نکند، پیش از همه همیشه باید به الله پناه بریم. برای همین الله میگوید و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله.
وقتی که از شیطان به تو ضرر رسیدنی شد، وسوسه رسیدنی شد، عموما زیان آمدنی شد، البته که به الله پناه ببر و خودش میگوید قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یعنی با این دو سوره الله میگوید به الله پناه برید از تمام بدی جادوگران، از تمام بدی انس و جن. یعنی ما حتما همیشه در حیات خود به الله پناه بریم که پروردگار خودت ما را از شر شیاطین انس و جن، علل خصوص لشکرهای شیطان که همین فالبین ها هستند، خودت نگه دار. دومین تقوا، الله میگوید و من یتق الله یجعل له مخرجا. هر کسی که تقوا پیشه کرد الله برای او کشایش میدهد، کشایش در رزق، کشایش و آسودگی در زندگی و عموما در تمام حیات. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند احفظ الله یحفظک، تو الله را حفظ کن. یعنی همیشه الله در خاطر تو باشد، عبادت الله، محبت الله در تو باشد، بدون که الله هم تو را حفظ میکند. هر انسانی که تقوا میکند به او سحر و جادو تاثیر نمیکند، مگر اینکه قدر الله بعضا همچون مصیبت یا خود امتحان به انسان آمده میرسد. و توبه کردن، البته وقتی انسان گناهایش زیاد می شود، خواه و ناخواه به او مصیبت زیاد می شود. و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، هر مصیبتی که به شما رسید از دست عملهایی که خودتان انجام دادید. برای همین وقتی گناه زیاد می شود، مصیبت هم بلا هم بالایی هم آمدن می گیرد. وقتی ما توبه کردیم از گناه ها که الله همه گناه ها رو میپذیرد یا ببخشید همه گناه ها رو میبخشد، در این وقت ما از این جن و شیاطین و از سحر و جادو دور میشویم. و توکل کردن که البته انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. این وعده الله هست که هرگز شیطان و تمام پیروان شیطان به انسان‌هایی که ایمان دارند و به پروردگارشان توکل میکنند آنها سیطرت کرده و سرداری کرده نمیتوانند. برای همین وقتی ما توکل به الله میکنیم، الله را وکیل خود، یاردم دهنده خود قرار میدهیم که فقط خودت حفظ کن، من حیاتم را، زندگیم را، حیات فرزندانم را، عموما اهل عائلم را به تو سپاریدم. الله خودش محافظت میکند. و البته که از راه‌های دیگرش این صدقه کردن می باشد. چگونه که می دانیم وقتی که صدقه زیاد شد، صدقه بلاها را رد می کند و مشکلی و مصیبت ها که اولش شده سحر است به آن خانه راه پیدا نمی کند. و ذکر صبح و شام که پیامبر صلی الله علیه و سلم ذکر صبح و شام را که در کتابچه های پناهگاه مسلمان و حتی در تمام سایت های اینترنتی می توانید با زبان روسیش هم پیدا کنید، با زبان عربیش هم. اذکار صباح و المسا میگویند پیامبر میگویند همچون قلعه شما را نگه میدارد. برای همین باید ذکر صبح و شام را نیز ما هرگز فراموش هم نکنیم، ترک هم نکنیم تا اینکه به ما اضرار آمده نرسد. و اما هرچی که بود و شد، یعنی به ما سحر و جادو تاثیر کرد، ما بیخبر ماندیم، یکی ذکر صبح و شام را اهمیت ندادیم، یکی تقوا نکردیم، یکی از الله دور شدیم، یا گناه زیادی کردیم و یا عموما آدمی خوب بودیم ولیکن همچون مصیبت، همچون بلانه و همچون امتحان به سر ما آمد و یا به هر راه به ما سحر و جادو رسید. در این وقت چی باید کرد؟ پیش از همه اولین کاری که برای سحر و جادو را تماما نابود کردن باید انجام دهیم، این پیدا کردن سحر و جادو می باشد. بعضا انسان ها سحر و جادو را می خورند، یعنی در طعام به آنها دادگی هستند و در آب، در طعام و داخل معده آنها در آمده است. و اکثریت انسان هایی که سحر را از طریقه خوراک و یا نوشابه ها نوشیدگی هستند بسیار وقت از درد معده شکایت می کنند. و یا بعضا سحر را به طریقه کاغذچه می نویسند و در خانه در جای پنهان می کنند، یا جن می آید و پنهان کرده می رود. و یا بندک هایی که از ریسمان ها گره بسته شده است در یکی از جایهای خانه پنهان است. حتما باید آن را یافت و سوزانید. و انسان اگر سحر خورده باشد وقتی او را رقیه زیاد می خوانند و حتما قی می کند و در وقت قی کردن تمام سحر از معده او بیرون می شود. ولی به هر حال وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم را سحر کرده بودند، پیامبر
حضرت عایشه میگن اونقدر دعا کردند که در خواب دیدند که به پیامبر خبر داده شد که موی سر پیامبر و شانه های پیامبر را گرفتند و سحر کردند و در زیر چاه پنهان کردند که وقت پیامبر آن را خارج کردند، حضرت عایشه میگویند گویا که پیامبر از زنجیربند آزاد شده باشند. یک بار پیامبر بعد از این کشاده شدن سحر یا پیدا کردن سحر از بندها آزاد شدن. برای همین حتما باید به هر راه به دعای زیاد، وقتی دعای زیاد می شود البته شاید از طریقه خواب و یا حتی الهام پیدا کردن انسان سحر را از خانه پیدا کند. ولی اگر ما سحر را پیدا نکردیم، راه دومش این رقیه شرعی خواندن. البته وقتی سحر پیدا شد و سحر را شما سوزاندید، نابود کردید، دیگر هیچ ضررش نمیماند. لیکن گاهی می شود که سحر را پیدا کردن نمی توانیم و یا در یک نفر یک چند سحر است، هم با بند و گره، هم با طعام دادن، هم با آب زدن به نزد پای او را سحر کردگی هستند. در این حالت حتما باید رقیه خوانده شود و رقیه های شرعی آیت های قرآنی هستند که در آن شفا و این چنین آیت هایی که درباره سحر آمده است و اینها را همش را می توانیم هم در اینترنت پیدا کنیم و این چنین می توانیم از کتاب هایی که درباره ذکر صبح و شام نوشته شده است پیدا کنیم. علل خصوص و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، آیت الکرسی، آمن الرسول و سوره خود فاتحه، قل هو الله احد، سوره ناس و فلق که اینها همش خودش یک قلعه مسلمان یا پناه دهنده مسلمان می باشند. با این آیت ها باید رقیه خوانده شود و این چنین دعاهایی که از پیامبر آمده است که پیامبر بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء و هو السمیع العلیم، اگر این را گفتید هرگز به شما چیز ضرر نمیرساند میگویند. و یا اینکه دعاهای دیگری که در احادیث صحیح آمده است. و چیزی که عزیزان در وقت رقیه خواندن یا سحر را با رقیه نابود کردن باید ما اهمیت دهیم این است که رقیه خواندن خاص یک نفر نیست. هر انسان میتواند خودش را رقیه خواند، فرزندش را رقیه خواند، همسرش را رقیه خواند، حتی زن میتواند شوهرش را رقیه خواند. در این باره حدیث صحیح است که حضرت عایشه پیش از مرگ پیامبرمون و پیامبر رقیه میخواندند و رقیه خواندن خاص مرد، خاص مولای، خاص یک نفره نیست. هر یک انسان تقوادار میتواند رقیه خواند. برای رقیه خواندن رقیه خواندن حتمی نیست که یک نفر رو از شهر دور پیدا کنید. امسال ها ماده شدگی هست، میگویند در فلان شهر یک نفری هست خیلی خوب رقیه میخوانده است. اگرچه اون انسان تقوادار باشد هم، مثلا جادوگر نیست، انسانی خوب صالح هست، اما رقیه خواندن رو در یگان کتاب علمی، خواه حدیث باشد، خواه فقه، خواه تفسیر، پیدا نمی کنید که فلان عالمه او متخصص ساحه رقیه خوانی بود. یعنی رقیه خواندن تخصص نمی خواهد. وقتی شما قرآن خوانده می توانید، الحمدلله نماز خوان هستید، با تقوا هستید، می دانید که همیشه عبادت هایتان در جایش هست، به گناه کبیره، دزدی و عرق نوشی و شراب و اینها نزدیکی نمی کنید، خودتان می توانید خودتان را رقیه خوانید و یا یکی از نزدیکان خود را رقیه خوانید. برای همین الله میگوید انما یتقبل الله من المتقین، همانا الله از شخصانی تقوادار قبول میکند. چی رو قبول میکند؟ البته دعا کردن را و عموما تمامی صدقات و عملهای صالح را. رقیه خواندن در اصلش خودش دعا است. با قرآن خواندن و با احادیث یا دعاهای در احادیث پیامبر آمده خواندن ما به الله التجا میکنیم که پروردگار همین نفر رو تو شفا بده و این رو همه کرده میتوانند. هر یک نفری نمازخوان و به تقوا قرآن خوان میتواند. و در حسد هم عزیزان، زنها اساساً خواهرایی که خودشون قرآن خوانده میتوانند، اگر فهمیدن که فرزندشون به او چشم رسیده است و یا حسد نظر رسیده است، دویده به نزد یک نفر میروند که به این فرزند من رقیه خوانید. شما خودتون میتوانید رقیه خوانید، حتمی نیست برای رقیه خواندن به نزد یک نفر رویم. و اینجا خیلی که گفتم الان خیلی مشهور است که یک چند نفرها رقیه خوانی رو هم منپول گویم یا خود احتکار کردگی هستند که فقط همان نفرها گویا که رقیه خواندن سحر
شکست میخورد دیگر کس خواند نمی شود. اما این کاملا خلاف شریعت است. چه خیلی که گفتم ابوبکر تخصص رقیه خوانی نداشتند. پیامبرمون تخصص رقیه خوانی رو به کسی نگفتند. مثلا از صاحبان مذهب امام مالک، ابو حنیفه در جای نمیخواند که این نفر جن براری میکرد، این نفر سحر شکنی میکرد. پس رقیه رو مخصوص یک نفر نباید کرد. خودمون هم میتوانیم خودمون رو رقیه خوانیم، میتوانیم خویش و تبارمون رو رقیه خوانیم و بین زن و مرد هم حتی فرق نمی کند. و چیز دیگر عزیزان، در وقت رقیه خواندن خیلی باید احتیاط شد، برای اون که رقیه که با اخلاص خوانده نمی شود و یا خواننده اش شخصی تقوادار نیست و یا از اهل قرآن و حدیث نیست، آن رقیه تاثیر نمی کند. شما تصور کنید رقیه مثل یک سلاح است ضد شیطان و ضد جن و ضد این همه سحر، و سلاح را هر نفر نمیتواند استفاده کند و سلاح را اگر به یک نفر دادید خودش را نابود میکند. برای همین بعضی ها هستند که سحرخوانی میکنند و خودشان یک باره بیمار میشوند چون تقوای خودشان ضعیف است و یا یکی از اهل عائله آنها بیمار میشود. برای همین شخص رقیه خوان باید خیلی قوی باشد و او از علم حدیث و رقیه خواندن، یعنی آیات هایی که خاصی رقیه است، از آن خبر باشد. البته که وقتی الله میگوید و بعضی از آیات ها را شفا نازل کردیم، تمام قرآن آیات های شفا نیست. در درون قرآن آیات های هستند که مخصوص شفا، که این را باید در وقت رقیه خواندن خوانده شود و با رقیه مبادا چیزهای خرافاتی دیگر آمیخته نشود. اینجا در برنامه پیشتر هم گفته گذاشتم که یک مشکلی یا مصیبت جامعه ما این است که خرافات همراه حقیقت آمیخته است. یک نفر خود را ملا و یا دانشمند اسلام میگیرد در حالی که جادوگر است و یک جادوگر دو کلمه از قرآن میخواند، همه میگویند این انسان قرآن میخواند، این جادوگر نیست. برای همین خیلی باید اهمیت دهیم که در رقیه خواندن فقط آیات های قرآن و دعاهایی که در حدیث آمده است از آن باید گفته شود و شخصی که رقیه میخواند این کارش را به خاطر پول نه، به خاطر کسب نه و به خاطر کمک کردن به برادر و یا خواهر مسلمانش بخواند و البته که وقتی با اخلاص رقیه خواند این تاثیر میکند و این سلاحی که پیامبر گفته هستند و صادق و مصدوق هستند هرگز خطا نمی رود. وقتی با یقین هم بیمار هم کسی خود شخص رقیه خواننده یقین کردند که این آیات ها شفا است، آن انسان شفا می‌یابد و می شود که رقیه را با آب، یعنی با آب رقیه خوانند و از آن آب شخص بیمار هم غسل کند هم از آن بنوشد، که در این باره اثر عبدالله ابن عباس آمدگی هست و نمودهای رقیه خوانی را هم می توانیم ما از کتاب‌هایی که مخصوص چگونه باید رقیه خوان یا پیامبر چگونه رقیه خوانی کرده بودن از آنها پیدا کنیم. ولی به هر حال عزیزان این رو بدانیم که رقیه خوانی مخصوص یک نفر نیست. هر نفری تقواداری که قرآن خوانده میتواند و نمازهایش 5 وقته است و از گناه دور است، یک برادر و یا خواهر مسلمانش را کمک کند و در وقت رقیه خواندن به یک نفری بیماری سحر شده باید صبر هم داشته باشیم. چگونه که میدانیم هر یک مصیبت وقت معینش را دارد، هر یک بیماری یک باره شفا نمی شود. بعضی ها میگویند تا 3 ماه، بعضی ها تا 2 ماه، بعضی ها حتی تا 1 سال رقیه خوانان دیگر به سلامتی پیشتر اشان برمیگردند. اما در این وقت باید یقین بدانیم که نباید هیچ یک شک و شبهه را شیطان به ذهن ما بیاورد که این رقیه ها دروغ است، بهترش به نزد جادوگر روی، چقدر انسان ها به نزد فالبین رفتند و شفا یافتند، این نفر به تو کمک کرده نمیتواند. پس شرط اساسی رقیه یقین کردن که این آیت و این دعاها از طریقه الله و پیامبرش آمدگی از شفا می شود. دوم اخلاص کردن به این و هیچ شک و شبهه را در قلب جا ندادن و البته صبر کردن که به صبر انسان اگرچه یک مدت گذرد هم خیلی زود صحت و سلامت می شود. این بود عزیزان درباره 2 راه معالجه کردن
سحر و جادو، یکی گفتیم راهی حلال، دیگری راهی حرام و انتخابش رو به دست شما. نه البته به شما وصیت یا خود نصیحت میکنیم که ایمان خود را نفروشید و حتما از پی رقیه شرعی صحیح با پیدا کردن سحر و نابود کردن آن و رقیه خواندن به خودتان و یا از یک خواهر و برادرها، گویم برادرهای مسلمان تقوادار، کمک پرسید تا به شما رقیه خوانند و صحت و سلامت میشوید. و حتما شخصی که به سحر مبتلا شد نمازهای خودش را باید در وقتش خواند، هرگز قضا نکند، حداقل در یک روز کمی باشد هم قرآن بخواند. اگر عموما قرآن خوانده نمیتواند گوش کند. الان میتوانیم صفحه های قرآن را پیدا کنیم، مخصوصا سوره بقره که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند خانه ای که در آن سوره بقره خوانده می شود جن و شیاطین نزدیکی نمی کند. باید در خانه مدام از صفحه قرآن رود. و یکی از دانشمندان اسلام میگویند اساسا انسان هایی که بیمار هست، من به آنها میگویم تا 30 روز و 40 روز در خانه اتان مدام باید صدای قرآن صدا دهد و علل خصوص سوره بقره که انسان رفته رفته از تمام سحر و جادو پاک می شود. و عزیزان الان شروع میکنیم و پاسخ دادن به سوال ها. اگر وقت نرسید انشاءالله برنامه آینده باز دوام میدهیم. سوال اول، سوال سحر و جادو در کدام وقت تاثیر میکند؟ اساسا برای سحر و جادو تاثیر کردن 4 حالت هست. حالت یکم در وقت از حد زیاد ترسیدن. یکی انسان بیخبر از حد زیاد میترسد. در این وقت جن هایی که میخواهد به شما داخل شود و یا شما را یک باره سحر کند، یک باره به شما جایگیر می شود و انسان وقتی به او جن می درآید دیگر دنیا را به دیگر چشم می بیند. دوم در حالت غضبی شدید، انسان وقتی از حد غضب شدید می شود شیطان به حضور می تواند به داخل او درآید و البته که سحر و جادو هم. و سوم دور شدن از الله و به گناه آمیخته شدن. هرچی انسان از تقوا دور شد اطراف او یا تمامی قلعه هایی که در اطراف او هست اون قلعه ها به پاره پاره شدن نزدیک می شود. برای همین هرچی تقوا کردیم، علل خصوص نمازمون در وقتش است، قرآنمون در وقتش است و به طهارت می گردیم، سحر و جادو یا شیطان از این گونه انسان ها می ترسد. اما وقتی ما دور از این عبادت ها شدیم شیطان و سحر و جادو هم که اینها همه یک هستند داخل می شود. و سوم غرق شدن در شهوت، یعنی انسانی که تماما خودش رو غرق شهوت کردگی است و همیشه از پی کیف و صفای خودش می گردد و او هم جن هم خیلی زود تاثیر می کند و هم سحر و جادو هم. و این 4 حالتی هست که تقریبا 2 تایش به تقواگی رابطه دارد، 2 تای دیگرش از دست دادنی خود، یعنی سخت عصبانیت شدن که انسان خودش را حس نمی کند، دویمش سخت ترسیدن. برای همین باید همیشه خودمون را به دست گیریم. سوال دیگر، مردم کشورهای دیگر چند بار این را گفتند، من همین سوال را نمی خونم و خود شنونده هایی که سوال می نویسید اگر سوالتون از موضوع بیرون یا تحقیر است یا از فابریکه یا فرمه جواب هستید خودتون رو خسته نکنید، من سوال شما را نمی خونم. سوال دیگر، زنک های پیش فالبین می روند گناه می گیری یا فالبین کشی گناهگار می شوید؟ در جواب احتیاط شوید. چی می گوید این سوال این نفر رو؟ ببینید، فالبین را کشتن یا ما در درس پیشتر در برنامه پیشتر گفته بودیم که در شریعت در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه و کلی مذهب ها حد ساحر یعنی حکم شخص جادوگر کشتن است، او را باید بکشند و این در نزد تمام مذهب ها هست. آنهایی که ادعا میکنید که ما فقط در مذهب ابو حنیفه هستیم پس به اینجا هم برگردید که ابو حنیفه چی میگویند. حضرت ابو حنیفه هم این چیز را گفتگی هستند، لیکن کدام وقت ما حد و حدود میکنیم؟ وقتی که حکومت از اسلام عمل میکند هر نفر میرود و یک ساحر را کشتن، یعنی تمام تاجیکستان پر از غرق خون میشود. هیچ نفر از پیش خودش رفته یک نفر را نباید بکشد.
این رو فقط قاضی حکم میکند و یا دولت حکم میکند که دولت ما از این چیز به اندازه فرسخ‌ها دور است و یگانه کاری که ما میکنیم باید هم به زنها هم به جادوگرها بفهمونیم که این عملی شما وای است، هم در دنیا هم در آخرت بلا بالای بلا به شما می آید و من خودم هم در شرایط واقعی گفتم که یگان جادوگری را پیدا کنید که زندگی آرام و آسایشته دارد. هر یک جادوگر مشکلی های زیادی را دچار شده است چون او به یک کاری حرام و گناه کبیره دست زده است که جزایش را هم در دنیا دیده ایستاده است. و سوال دیگر، سوال هایی که گفته ایستادم مسخره بازی هست یا به موضوع رابطه ندارد، من جواب نمیدهم و خودتان را انگشتان خودتان را هرگز زحمت ندهید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک خیل سحر و جادو از گل و چین جادو میگویند، این خیل جادو راست می از گل و هرچی مییابند؟ هزار رحمت برای جوابتان. اینجا وقتی میگویند سحر و جادو، این را بدانید که ساحرها یا خود فالبین ها به همه چیز میتوانند سحر و جادو کنند. از رستنی شروع کرده تا صورت و فوتوگراف هایی که به قبرستان میگذارند تا سوزن و تا ریسمان و تا خوراک و تا درخت و تا حیوان، یعنی در همه جا میتواند ساحره با جند خود تاثیر رساند. برای همین احتیاط میشویم، یگان چیزی نیست که جن به آن دستش نرسد. یعنی اگر ساحره یا فالبین خواست، او میتواند به همه جا سحر و جادوی خودش را فرستد و با همه چیز سحر و جادو کند و یگانه برای نجات یافتن از دست این فالبین ها یا جادوگرهای اصل چگونه که پیشتر گفتم تقوا میکنیم و عملهای صالح و هر چی میتوانیم خود را از گناه دور میکنیم که در این وقت به ما تاثیر نمیرساند. سوال دیگر، از کار را اگر کمش خوانی می شود در حالت یگان کار باشد؟ از کار رو اساساً باید همش رو خونیم، همش رو. لیکن خودی مثلا یگانه همین دعایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم لا حول ولا قوة الا بالله رو مثلا 100 بار خواندنش رو هیچ ضرر نمیرساند، در این باره آمدگی است. یا کسی که مثلا سوره قل اعوذ برب الفلق و ناس رو میخواند به او چیزی ضرر رسانیده نمیتواند. و یا آیات هایی که در آخر بقره هستند آمن رسول و وقتی این رو میخونید برای شما قلعه میشود. البته که همش رو خواندید بهتر است، لیکن اگر وقتتون نرسید و نصفش رو خواندید هم ان شاء الله که شما جزء از قلعه خودتون رو بنا کردید که به آن ضرر نمیرسد و هر چی شما ذکرتون زیادتر و کاملتر است این رو بدانید که قلعه شما قوی تر است و کسی آن رو سوراخ کرده نمیتواند. السلام علیکم اپا جان، یک کمی درباره سحر گپ زنید. چگونه یافتن سحر؟ درباره چگونه یافتن سحر من گفتم حتما انسان اگر دعای زیاد کرد به الله مناجات کرد سحر را پیدا میکند. چگونه که پیامبر خیلی زیاد دعا کردند و در خواب دیدند، اما گاهی می شود که خود از خود در خانه پیدا میکنید. یکی میبینید که در زیر بالوش یک خواهر به نزدیکی به من از صورت فرستاده بود از کاغذچه هایی که در آن سحر نوشته شدن، گفت فقط همین در نزد آشخانه خود پیدا کردم این رو. یا یکی دیگری گفت این رو از جزدان یا کیسه های شوهری خود پیدا کردم. برای همین اگر کاف تو کاف کردید هم میابید، اما خیلی زیاد در این باره دعا کنید. بعضی وقت می شود که با دعای زیاد الله برای شما کمک میکند، لیکن پیدا کردن نتوانستید. رقیه خواندن سحر را نابود میکند. وقتی رقیه زیاد میخوانید اگرچه سحر در خانه وجود دارد اون سحر ضررش را گم میکند. و اساساً این چیز رو من فراموش کردم عزیزان، انسانی که سحر رو خورده است از طریقه خوراک و یا نوشیده است، اگر به او زیاد رقیه خوانند و یک باره بقای کردن شروع میکند. برای همین وقتی سحر رو پیدا نکردید به این غمگین نمیشوید، شروع میکنید به رقیه خواندن. خودتون اگر قرآن خونده توانید و عربی رو خونده توانید خودتون رو رقیه خونده میتوانید. دیگری وای از یگان برادران یا نفرانی که اهل تقوا هستند کمک میخواهید و سحر خودش رو یا تاثیرش رو دیگر گم میکند. سوال دیگر چی میگوید حاضر؟ اینم یک سوال دیگر. من عزیزان گفتم که هر سوالی که در اینجا تماما به موضوع رابطه ندارد یا خود مسخره بازی است، وقت برای مسخره بازی نداریم چون سوال های مهم زیاد است و انسان هایی که خیلی که گفتم سوال های به معنی می نویسید من به آن جواب نمیدهم. سحر آدم رو دیوانه میکند، یعنی سوال داده ایستادن. من گفتم یکی از تاثیرهای سحر این است که انسان
دیوانه می شود. یعنی یک انسانی سالم یک بار تغییر می یابد به یک انسانی بیمار. خودی به نزدیکی بود یک خواهر به من زنگ زدن، گفتن برادری من یک انسانی خوب بود، فقط پس از آن که یک نفر انسانی جیندار رو خواند، بعد از این یک باره به دیگر انسان تبدیل شد. ناخن‌هایش را نمیگیرد، حمام نمیدراید، مویهای سرش را حتی شانه نمیزند و عموما همیشه خودش را به یک کنج خانه میگیرد و در آنجا مینشیند. شاید از تاثیر سحر است، شاید از تاثیر جن، ولی انسان مثل دیوانه می شود. گپ‌های گفته اش را بعضی انسان‌هایی که سحر شدن نمیفهمند و علل خصوص شوهری که سحر شده است که از زنش جدا شود، مثل دیوانه با همسرش به جنگ، همیشه به جنگ آماده است و هر یک کلمه میگیرد و جنگی می شود. و زن هم اگر سحر شده باشد مثل دیوانه به هر یک کلمه با شوهر خود و به خانواده خود جنگ می کند. یعنی دیوانه شدن از سحر هم می شود و علاجش را الان گفتیم. سوال دیگر، برنامه را کی با سیمای خودتان برگزار میکنید یا ممکن نیست؟ در این بارت هم سوال تماما به موضوع رابطه ندارد، ولیکن برنامه رو می شود از صدای ما هم استفاده کنید. حتمی نیست که سیمای ما در آنجا باشد. بالاخره هر یک زن اینجا اجازتش در نزد ولیش هست، شوهرش هست و همه چیز را گرفته نمیتوان از پیش خود حکم کرد. سوال دیگر، من شب در وقت خوابم سخت ترسیدم و در ایمانم کاستگی حس میکنم و یکی از راههای داخل شدن جن و این چنین سحر ترسیدن سخت است. برای همین عزیزان، برای اینکه از این گونه بیماری ها یک بار ترس، مخصوصا ترس در خواب خیلی زیاد است، نجات شویم، حتما باید انسان با طهارت خواب کند و پیش از خواب رفتن دعای خواب، مثلا بسمک ربی وضعت جنبی و بک رفعته، دعایی که پیامبر گفتگی هستند و این چنین آیت الکرسی، قل اعوذ برب الفلق و ناس را خوانده به بدن خود صف کرده خورود و ان شاء الله که یگان خیلی ضرر نمیبیند. لیکن این را دانید که اگر ترسیدید یا کاستگی ایمان حس کردید، خیلی خیلی زیاد برای خود رقیه خوانید و به الله توکل کنید. وقتی به الله توکل کردید از بین میرود. آیا جن از چسناک یا گیاهی اچک میترسد؟ چسناک یا اچک یا ریحان جن را، اجینه و پری را میگریزانند؟ در شریعت در این باره هیچ چیز آمدگی نیست. در شریعت جن از قرآن میترسد، از انسان تقوادار میترسد. در این باره مثلا قصه حضرت عمر هم هست. عمر به هر کوچه که می آمدن شیطان از آنجا میگریخت و در قصه امام مالک میگویند اگر یگان نفری جن زده می آمد، امام مالک میگفتن با پای افضال من اون نفر رو بزنید، جن حتی از پای افضال من هم میگریزد. یعنی این اساسا جن از انسان تقوادار میترسد. وقتی تقوا کردید و تقوای شما زیاد شد، به شما جن نزدیکی نمیکند. برای همین تا میتوانید باید تقوا رو پیشه کنید. اما از چسناک و از گیاهای زیاد اگر این خیلی می بود به یگان نفر جن تاثیر نمیکرد. ولیکن خیلی که گفتم قرآن علل خصوص سوره بقره، که سوره بقره در کدام خانه صدا ندهد به اونجا جن نزدیکی نمیکند و البته که تقوا، وقتی تقوا کردید جن به شخصان تقوادار نزدیکی نمیکند. و در اینجا سوال دیگر، السلام علیکم، آیا امکان دارد سحر در معده انسان جای گیرد؟ آره، در این باره و علیکم السلام. اولا در این باره گفتم که می شود که جادوگر طعامی رو و یا نوشابه رو سحر کند و یا چیزی رو سحر کند و به نفر بدهد که آن رو به خوراک فلانی انداز و وقتی آن خوراک رو انسان میخورد یا از آن آب استفاده میکند، او هم مسحور می شود، یعنی جادو می شود. یک بار طبیعتش تغییر می شود، یا بیمار می شود یا بد اخلاق می شود، یا اینکه دیگر همیشه خوابش می گیرد و دستش به هیچ جا نمی رسد، می خواهد همیشه در کنج خانه تنها ماند. یعنی علامت های یک انسانی بیمار. در این وقتی رقیه زیاد می خوانند، اون چیزی خورده اش را قی کرده می پرتوید. تا زمانی که قی نکرد او را زیاد رقیه خواندن می گیرند و خودش هم باید خودش را رقیه خواند. ولیکن البته که سحر می شود خورده شود، یعنی یک نفر چیزی جادو شده رو میخورد و یا مینوشد و بعد از این یک باره تبدیل به یک انسانی بیمار می شود. سوال دیگر، السلام علیکم و رحمت الله، اگر فالبین پیش از مردنش توبه کند خداوند او را میبخشد؟ البته که هر کسی که توبه کرد، حتی مشرک در ما
الله شرک را نمیبخشد، ولی مشرک توبه کرد الله میبخشد. چگونه که صحابه های زیاد همشون تقریبا در جاهلیت در زمان شرک زندگی کردند، سپس توبه کردند و الله آنها را بخشید. و عیناً همین گونه هر فالبینی که توبه کرد اما پیش از مردنش همین که فرشته مرگ را بیند و در آخرها یعنی بعد از این عملها را کردنش یک باره هدایت یافت و توبه کرد، او را الله میبخشد. و چگونه که در این باره درباره قصه سحرة الفرعون آمدگی است. ساحرهای فرعون وقتی معجزه موسی را میبینند همشون سجده میکنند و به پروردگار موسی ایمان می آورند و الله آنها را می بخشد و یک باره داخل جنت می کند، چون آنها را فرعون همه‌شان را در همان وقت نابود می کند. پس جادوگر هم یا فالبین هایی که هستید اگر توبه کردید و برگشتید الله توبه شما را قبول می کند، به شرط آنکه نصوح باشد و گوید دیگر به این عمل کفر خود من بر نمی گردم. امی جین که میداند از کجا پیدا شد؟ در این باره شاید از قرآن بخبر باشید. اگر به قرآن دست زده، در قرآن سوره جین است و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم در باره جین خبر دادگی هستند که الله پیش از خلق شدن انسان جین را آفرید و جین از مارج من نار یا خود از شعله‌های علاب آتش آفریده شده است. برای همین جسمی جین مثل خود آتش مهین است، به آن دست زده نمی شود و به هر شکل صورت می تواند پیدا شود که هر کسی که جین را انکار کرد نعوذ بالله از دین خارج می شود، چون سوره جین را انکار کرده ایستاده است. آیتی که الله درباره جین خبر می دهد. سوال دیگر، وقتی که انسان در خوابش خوابی می بیند که عیبی است، همین گونه خوابها یگان خیلی به سحر یا جین دخل دارند. اساسا در این باره اگر درباره خواب و جین صحبت کنیم باید یک موضوع درباره خود جین و تاثیر جین به انسان و چگونه جین به یک نفر می‌دراید صحبت کنیم که یک موضوع دیگر هست. اما این رو دانید که اساساً خواب‌های آمیخته به گناه هست میگویند تاثیر یا خود این نشانه است از اینکه جین به این نفر عاشق شده است که عشق جین هم در شریعت و هم در واقع هم وجود دارد. در این وقت هم حتما باید انسان با طهارت خواب کند و پیش از خواب کردنش سوره های قرآن از قل اعوذ برب الفلق و ناس و آیت الکرسی و سوره فاتحه اینها را خوانده خواب کند و به الله پناه برد که خودش الله او را نگه دارد. السلام علیکم. یک نفر پیشتر وقتها از خانه های خود همین خیل بنچه و هر خیل چیزهای بافته میافت. حالا نه، لیکن بیمار است، همه جایش درد کرده میستد. دکترها لیکن صحت میگویند. التماس جواب گوید. البته که این نشانه های سحر است و عزیزان یکی از نشانه های سحر این است که خود طبیب میگوید تو صحت و سلامت هستی، مشکل نداری، اما انسان همه جایش درد میکند و سحر انسان رو حتی به فلج هم میبرد. بعضی انسان ها دستشون کار نمیکند، بعضی ها مدام پایهایشان، بعضی ها حتی چشمشون یک بار شکلش تغییر مییابد، اما طبیب میگوید مشکل ندارد، اینجا این سحر است. پس اگرچه سحرها را یافت و حالا هم بیمار است حتما زیاد رقیه خواند و در آن خانه حداقل 4 ساعت و 5 ساعت در یک خانه باید در آن خانه باید صدای قرآن از سوره بقره صدا زند، یعنی همیشه شریط قرآن یا صفت قرآن در آن خانه باشد و این نفری که بیمار است اگر بر زیادی دوام به دوام رقیه خوانی کردن رفته رفته انشاءالله صحت می شود. ولیکن رقیه خواندن را هم خودش به خودش و هم اگر خودش اونقدر تقوادار یا از اهل قرآن نباشد از یگان برادری مسلمانی که تقوادار است از آن کمک پرسد. سوال دیگر، جادوگران مکتب جادوگری را میخوانند، از کجا میآموزند؟ درباره جادوگران از کجا میآموزند کتاب‌های مخصوصشون هست. از کتاب مشهوری چارنه مگی شروع کرده. البته که مکتب خود را دارند و هر فالبینی وقتی نزد فالبینی دیگر میرود او به او میآموزد و شاید که از هر فالبین میتوانید بپرسید که شما از کجا یاد گرفتید؟ میگوید کتاب مخصوصی خودم هست یا فلانی استادم به من یاد داد. یعنی آنها هم مکتب خود را و یا آموختن کارهای خود را دارند. و درباره آموزاندن قرآن و آموختن قرآن در خود سوره بقره هم آمدگی هست که این را به یکدیگر می آموزانند ولیکن به جز ضرر هیچ فایده در آن نیست. سوال من همین است، آدمی که ریش دارد و هنگامی که شناسنامه گرفتن میگویند که ریشت را نگیری
عریضت رو قبول نمیکنیم، اگر همون آدم ریشش رو بگیرد در همین حالت گناهکار می شود. اینجا کاش سوال درباره موضوع بود، لیکن موضوع ریش کسی که سوال داده ایستاده است در حالتهای ضروری برای پاسپورت هیچ مشکل ندارد، هیچ مشکل ندارد، چون اینجا ضرورت آمده است و شما اگر شناسنامه نگرفتید نه برای فرزندان ریسک یافته می توانید نه حیات خودتان رو پیش برده می توانید. سوال دیگر، اگر شوهر تهمت کند که زنم با کسی می گردد چی باید کرد؟ اینجا درباره تهمت زن و شوهر موضوعی خاصی هست و آن در سوره نور هم آمدگی هست که وقتی که شوهر زن رو تهمت میکند در این وقت اینها ملاعنه میکنن همدیگر را و ملاعنه این است که شوهر از جایش میخیزد و 4 بار به الله قسم میخورد که من همسرم رو به فلانی دیدم. در 5م بار میگوید لعنت الله به من باد اگر من دروغ گفتم. و زن اگر در این وقت پاک دامن باشد برعکس شوهر 4 بار قسم میخورد که انه لمن الکاذبین، شوهر من دروغ گفته ایستاده است و غضب الله بر من باد اگر شوهرم راست گفته ایستاده باشد. بعد از این تهمت از روی شریعت رو من فقط میگویم، بعد از این از روی حالت امروزه رو، بعد از این حالت یعنی وقتی که زن و شوهر بر آمدن، شوهر زن را تهمت کرد و قسم خورد که زن من بی‌روحه است، بین اینها قاضی جدا میکند، اینها دیگر با هم یکجا شده نمیتوانند، با همین بین اینها طلاق میافتد. اما عادی شوهرهایی که طلاق نمیدهند و زن خود را تهمت کرده میستند اگر یگان دلیل نداشته باشند این گناه کبیره است. تهمت کردن به زنا گناه کبیره است، حد قذف دارد و حتی 80 دره باید زده شود هر کسی که کسی را تهمت کرد. و اینجا باید زن کاف کند، آیا شاید سحر وجود دارد، شاید شوهر دیگر زنش را دوست نمی‌دارد و میخواهد طلاق دهد، یا شاید شوهر بیمار است. بعضی ها به همین خیل بیماری شک و شبهه گرفتار میشوند، همیشه همسر خود را با کسی تهمت میکنن. این یک نمودی بیماری است که اساسا هم به بیماری عصب هم و یا خودی به بیماری های ارثی هم رابطه دارد. یعنی همیشه زن خود را با کسی دیدم و تهمت میکند. حتما زن علاجش را در اینجا ببیند که آیا این شوهرش بیمار است یا در حقیقت یگان کاری رو زن میکند که شوهر از آن خوشش نمی آید. در این وقت هر کاری که به تهمت نزدیک است و یا به آمیختگی با مردها هست زن باید از آن دور شود. یعنی خواهری که سوال رو دادید حتما باید کاملا زندگی شوهرتان رو آموزید که سبب در چی است. اگر فهمیدید که بیمار است به این بیماری شبهه و تهمت کردن گرفتار شده است، در این وقت باید از پی معالجه اش شوید، برای اینکه بعضی ها هستند که تمام عمر همسر خود را تهمت میکنن که تو را من دیدم و تو بی‌روحه هستی و حیات خود و زن خود را تماما محو میکنن. سوال دیگر، آن شخصی که در وقت جوانی دیده دانسته گناه میکند و میگوید که پیر شوم از گناه توبه میکنم در نزد خدا گوید چی؟ پیش از همه در توبه برای همه همیشه باز است، ولیکن گاهی می شود که به پیری ما نمی رسیم. یعنی یگان نفر ضمانت داده نمی تواند که آیا فردا زنده است یا نه. برای همین جوانهایی که میگویند من پیر شدم توبه میکنم، الله میداند که آیا به پیری می رسید و یا نه. و حالتهای زیادی هست که همین روز مینوشی کردند، سرخوشی کردند و شبش بیگاه از دنیا رفتند. برای همین فرصت را غنیمت دانیم. هیچ کس تقدیرش را نمیداند. قلم تقدیر به کجا نقش نوشت که تو تا چند سال عمر میبینی هیچ کس نمیداند. بیاید خیلی زود به راه راست برگردیم و در راه راستی که ما از عیش و عشرت دست کشیدیم 1001 سعادت و یا خوشبختی های دیگر نهفته است که انسان هایی که ایمان دارند و سنجیدن آن لذت را میتوانند بیان کنند. سوال دیگر، نمازهایم بسیار قضاست لیکن نشانه جن نیست، از چه حساب است در نمازها سستی میکنم؟ اینجا کسی که این سوال رو داد، عزیزان، همه چیز رو بالای جن و شیطان مونده نمیتوانیم. یعنی بعضی وقت میشود که وسوسه نفسی خود، یعنی ما خودمون اولین شده انسان نفسش به او ضد است یا خود دشمنی خودش هست، برای همین باید سرکوب نفسی خود کرد. همه چیز رو این از جن است و در بیماری هم گفتم همه بیماری ها رو ما نمیتوانیم بگوییم که این بیماری از سحر و جادو است یا این گناه من از شیطان است، این گناه من از جن است. البته که شیطان رأس الخبائث است، تمام گناه ها و آمیختگی ها یا آلودگی ها از شیطان است، اما گاهی می شود که مشکلی در خود شماست.
در جن نیست. شما نفس خودتان به یا خود شهوات خودتان به زور آمده نایستاده اید. برای همین بزرگترین جهاد در شریعت جهاد نفس است که انسان به خودش زور میبراید. چیزی که نفسش نفس الاماره بالسوء به بدی او را امر میکند، او بر ضد او علیه او عمل میکند و به کار ثواب میخیزد. یعنی نگوید که نماز نخواندن من این سببش جن است. البته که سببش اول شده خودتان هستید که خودتان به شهوت خود یا خود به تنبلی خود زوری کرده نتوانستید. اپا اگر رقیه رو از تلفن گوش کنی فایده میکند؟ انشاءالله فایده میکند. رقیه از هر کجا باشد فایده میکند، لیکن رقیه که شما مخصوص سحر و یا جن زدگی گوش میکنید حتما در آن نفس زده شود، یعنی خواند و به شما نفس زند. لیکن برای آن که کاملا رقیه و یا قرآن در خانه شما در جسم شما کاملا جای گیرد، البته که میتوانید از این گوش کنید. و من خودم در بعضی از تجربه های علما به همین نزدیکی خواندم که اکثریت بیماران رو میگویند ما از طریقه از صوت های قرآنی معالجه میکنیم، یعنی خودمون میخونیم سپس میگویم مدت 1 هفته 2 هفته در خانه همیشه باید صدای رقیه برود. سوال دیگر التماس جواب بتین. مادر من 3 سال می شود جادو کردنش بسیار تبابت میکنیم اما بیفایده نمی بخشد، چیکار کنیم؟ اینجا به فکرم سوال چنین است که مادر مرا سحر و جادو کردگی هستند، هر چی میکنیم بیفایده است. در این وقت شما ناامید نشده باید بر دوام خود رقیه خواندن را دوام دهید. برای آنکه اگر رقیه خواندن را دوام ندهید، سحر از نو بعضی جادوگرهای هستند که جادوگرهای پلید سحر را نو به نو میکنند. یعنی سحر همین که بی‌قوت شد، مدت هر یک سحر وقتی خود را دارد. یعنی سحر همیشه برای ابدی نیست، یک مدت 1 سال چند ماه بعد از این بی‌قوت میشود. برای همین حتما بر دوام ناامید نشده رقیه رو دوام دهید. نفری که میتواند به خانه‌تان آمده رقیه خواند و این چنین در خانه همیشه باید سوره بقره صدا زند و به مادرتان هم بگوید که ناامید نشده به الله دعا کنند که پروردگار خودت مرا از این سحر و جادو نجات ده که تو خودت خالق و بالای همه این مخلوقاتت قادر هستی. یعنی دعای زیاد و رقیه ناامید نشده و ان شاء الله که صحت میشوند. یعنی عموما ناامید نشوید که این انسان دیگر از این سحر نجات نمییابد. سوال دیگر، چرا فالبینا زبانی کشمیری رو میدانند با زبانی هندی ها دعا میتین؟ آیا با آنها این زبان رو جن می آموزاند؟ راستی گپ من خودم درباره فالبین ها اونقدر این چرا از کجا میدانن نمیدونم. تا حد درباره‌اش مطالعه کردگی هستم، شاید که جن باشد، برای آن که اساسا فالبین های مشهور با جن کار میکنن و چیزهایی که هم مینویسن در تومار و یا دعاهایی که هم میخونن اساسا نه با زبان عربی نه با زبان تاجیکی نه با زبان یک مفهوم است. کلمه هایی رو میگویند که هیچ کس آن را نمیفهمد. سوال دیگر، رقیه رو وقتی خواب در تلفن مانده خواب کنی فایده میکند؟ انشاءالله فایده میکند. هر رقیه هر قرآن در خانه شما صدا داد، در نزد گوش شما صدا داد، اون بیفایده نیست. و عزیزان اینجا به آخری برنامه رسیدیم. امیدوار هستم که فایده گرفتید و فایده رسانیده توانستیم و انشاءالله که در روز دوشنبه باز با هم در برنامه ترازوی عمل عاید قرض‌های بانکی و کردیت ها با هم صحبت خواهیم کرد و روز جمعه آینده نیز در خدمت شما عزیزان هستیم. همیشه در پناه الله یکتا باشید. صدای رادیو پیام با برنامه آستانه.